سلام به همه. باز هم من مسلم وردک هستم و میخوایم که به شما از به ادامه از سلسله دروس سطح ابتدایی دستور زبان آلمانی و یا هم گرامر زبان آلمانی درس هشتم را به شما ارائه بدارم. در درس هشتم ما شما میخوانیم که چطور میتونیم اسمها را جمع نماییم، یعنی چطور با اساس کدام قواعد یا قوانین میتونیم که یک اسم را در زبان آلمانی به حالت جمعشان تبدیل بکنیم. پس میاییم که و میخوانیم. در اینجا داریم که نومین امپلوغال، یعنی اسم در حالت جمع یا پلورال. ریگلین به معنای قوانین. ریگل تنها بیاید به معنای قانون است، ولی وقتی را به حالت جمعشان میسازیم قوانین میگیم، باز میگیم که ریگلین یعنی قوانین. میایم به قانون اولی است که آرتیکل ام پلوغال است. اینجا دارم که است ایما دی، یعنی آرتیکل در حالت پلورال یا جمع که از همیشه، ایما به معنای همیشه، دی است، یعنی برای جمع همیشه، برای حالت جمع یک اسم همیشه دی استفاده میشه. بعد از میگیم که قانون دوم است. در قانون دوم میگه که wenn maskulin und neutral Nomen enden mit er, el, en و chen و همچنان len dann fügen wir nichts am Ende hin. یعنی وقتی که اسمهای مذکر و اسمهای خنثی نیوترال نامنی و اسمهای خنثی یا بیجان این دنمیت وقتی این اسمها ختم شوند به کلمات مانند er, el, en, chen و len dann fügen wir میگه وقتی که به این کلمات ختم شد و باز اضافه میکنیم hinfügen اصلانی و اینجا یعنی trennbar verb است، جدا شده با هم، پیل جدا شدنی. یعنی فوگن میگه ما اضافه میکنیم nichts هیچ چیز را، یعنی وقتی اسم ها به این کلمات ختم شوند پس در حالت جمعشان با ایشان هیچ چیز اضافه نمیکنیم، فقط چی میکنیم که یعنی دی را با ایشان استفاده میکنیم. مثلا میگیم که به طور مثال beispiele یعنی امثال یا مثال ها das Fenster با کدام کلمه ختم شده؟ با ای ختم شده، یعنی اینجا گفتیم اینجا با ای ختم شده، فقط چی ایشان رو تبدیل میکنیم؟ das به دی تبدیل میکنیم مطابق قانون اول و مطابق قانون دوم هیچ تغییر در این اسم نمیآید. دی فنستر میگیم، یعنی فنستر به معنای کلکین. پس دیگه داریم دی فنستر جمعشان شد کلکین ها. دیگه داریم das Messer ای باز هم به ای ختم شده این کلمه. پس das Messer به معنای چاقوست. das Messer یعنی یک چاقو. دی فقط ایشان دی میسازیم مطابق قانون اول و خود مصر در او هیچ تغییر نمیه مطابق قانون دوم، پس میشه دی مصر. و دیگه داریم قانون سوم die Nomen die mit enden fügen wir am Ende hin. میگه اسم هایی که به ای ختم میشوند با آنها فقط ما در آخر یک این اضافه میکنیم. am Ende hin fügen hin ای اصلا hinfügen است. hinfügen به معنای اضافه کردن، یک چیز اضافه کردن با یک چیز دیگر. مثلا اینجا میگم که وقتی اسم هایی که به ای ختم شود با آنها در حالت جمعشان یک این اضافه میکنیم. پس میایم با مثال هایشان
به طور مثال در یونگ، دیر یونگ. در یونگ به معنای نوجوان میگه. در یونگ نوجوان. باز در حالت جمع وقتی ایره میسازیم مطابق قانون اول، یعنی آرتیکلشان به دی تبدیل میکنیم که آرتیکل گفتیم که همیشه در حالت جمع دی است، به دی تبدیل میکنیم و در آخر چون مطابق قانون اسم در آخر کلمه یا در آخر این اسم ای آمده، پس یک اینه با ایشان اضافه میکنیم به حالت جمع تبدیل میشه. یعنی نوجوان ها. دیتاشه هم به کشانه را میگه. کشانه باز ایره دیره خودی چیزی که ای خود حالت مفرد است و چیشان که است آرتیکلشان ای خودی آرتیکلشان هم چون مؤنث است پس دی برشان استفاده شده. پس گفتیم که در حالت جمع هم ما دی استفاده میکنیم و آخرشان ای آمده یک اینه با ایشان اضافه میکنیم. پس دی تاشن میشه. پس فرق بین ازی و ازی چی شد؟ در یک این فرق آمد. از این میفهم که حالت جمعشان است. باز دیگه قانون چهارم است. Mit meisten Muskeln und Neutral-Nomen fügen wir en am Ende hin. میگه با زیادتر اسمهای مسکولین مذکر و بیجان و یا هم خنثی اضافه میکنیم در آخر یک ای damit plural zu machen. میگه که آن را پلوغال یا به حالت جمعشان تبدیل کنیم یا او را حالت جمعشان بسازیم. به طور مثال zum Beispiel der Freund اینجا یک دوست به سر میگه. der Freund وقتی ایره یک این با آخرشان اضافه کنیم باز پایندین میشه. پایندین اینجا باز باید دی بیایه که مؤنث شد، یعنی به حالت مؤنث وقتی رو تبدیل میکنیم دی پایندین میشه. باز پس پیرن ما داشتیم در پوینت دیر به دی تبدیل میکنیم مطابق قانون اول و مطابق قانون چهارم پوینت از در آخرشان یک ای اضافه میکنیم که به حالت جمع تبدیل شود. دی پوینت. دیگه داریم داس هفت کتابچه را میگه. دی داس به دی تبدیل میکنیم مطابق قانون اول و هفت که است مطابق قانون چهارم یک ای را با ایشان اضافه میکنیم که دی هفته شود. دی هفته کتابچه ها. دیگه داریم meisten Namen die U, A haben, wir wechseln diese Alphabete zu O-Umlaut, U-Umlaut, A-Umlaut und fügen am Ende E oder ER hin. میگه زیادتر اسم هایی که با حروف او و ا ختم داشته باشن، اینها داشته باشن، wir wechseln میگه ما این که حروفشان رو تبدیل میکنیم به حروف او املاوت، او املاوت و ا املاوت و داخلشان باز اضافه میکنیم ای و ای اغرا. به طور مثال دیربال اینجا میگیم که دیربال است. ای ختم شده به در بین خود داره ا داره. پس این وقتی که به حالت جمعشان تبدیل میکنیم گفته بودیم که حالت جمع آرتیکل همیشه دی است مطابق قانون اول و گفتیم که مطابق این قانون ا را به املاوت تبدیل میکنیم، به املاوت تبدیل کردیم بال هم خودشان و در آخر مطابق همین قانون یک ای و یا هم ای اضافه میکنیم. پس اینجا یک ای را اضافه کردیم پس حالت تبدیل شد به حالت جمع. دیگه داریم درشتول یعنی یک چوکی. اینجا مطابق قانون اول دیر را به دی تبدیل میکنیم و چون ای در بین این کلمه او داره
پس امی او ریاضی را به او املاوت تبدیل میکنیم، به او املاوت تبدیل کردیم و در آخر هم مطابق امی قانون یک ای را اضافه میکنیم. ای میشه دیشتوله. دیشتوله به معنای چوکی ها. Das Haus است. Das Haus مطابق قانون اول ای را تبدیل میکنیم به دی و مطابق همین قانون اینجا ا آمده، ایشان به املاوت تبدیل میکنیم و در آخر هم با ایشان ای اضافه میکنیم که دی هایزر. دی هایزر به معنای خانه ها. دیگه داریم قانون پنجم. Mit meisten weiblichen Namen fügen wir en, n und nen. Und am Ende میگه با زیادتر اسمهای مؤنث weibliche به معنای مؤنث، با زیادتر اسمهای مؤنث اضافه میکنیم در آخر an n و یا هم nan am Ende در آخرشون. die Plural zu machen میگه که آنها را به حالت پلوغال یا جمعشان تبدیل نماییم. به طور مثال دی پراو مثلا خانم، دی پراو یک خانم، یک خانم وقتی که ایره به حالت جمعشان تبدیل میکنیم دی خو مطابق قانون اول خود دی میایه در حالت جمع و پراو آمد در آخرشان مطابق همین قانون یک این اضافه میکنیم چون اسم مؤنث است خانم. پس این تبدیل میشه به خانم ها. دیتال به طور مثال دیتال است، به دیتال حساب میگم. پس دیشان در حالت جمع دی میه مطابق قانون اول و سال داخلشان این اضافه میشه دیتالن حساب ها. دی لغن میگه یک استاد خانم یا مؤنث دی لغنن. پس لغن داخل این آمده اینجا باز اینشان دوپلت این میشه یعنی این میره با ایشان علاوه میکنیم لغنن میگیم یعنی استادهای خانم. پس این هم بود ویدیوی اول درس هشتم. در درس بعدی یعنی ویدیوی دوم یا بخش باقی مانده درس هشتم میخوانیم امثال این تمام قوانین یعنی یا تمام قانون ها. پس برای دروس دیگر و ویدیوهای دیگر با ما باشید و ما را در چینل یوتیوب یا کانال یوتیوب دنبال کنید و چینل ما را سابسکرایب نمایید.